درود بر یاران همیشگی چای بهنام. امیدوارم که حال دلتون عالی و عالی باشه و سال خوب و پربرکتی رو براتون آرزومندم، همراه با سلامتی. یه دکلمه از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری رو میخواستم براتون بخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد، که میگه: بارالها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم. چه برانی چه بخوانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست.